سلام دوستان، به کانال سئوگام پرو خوش اومدین. هادی هستم. قراره تو این کانال آموزش 0 تا 100 ساخت کانال یوتیوب، آموزش‌های مرتبط با یوتیوب رو بهتون ارائه بدم. این اولین ویدیو منه و امیدوارم با لایک، کامنت و سابسکرایبتون بهم انرژی بدین. اولین بحثی که شروع می‌کنیم در رابطه باش صحبت کنیم دغدغه و ترسایی که هر یوتیوبری قبل از شروع ویدیو خودش و قبل از شروع فعالیت خودش با مواجه شده. ترس از قضاوت دیگران مثل خانواده، دوست، فامیل، آشنا و هر چیزی دیگه، مثل ترس از ناتمام گذاشتن مراحل ساخت ویدیوش یا مثلا بعد چند تا ویدیو خسته شه. همه اونا رو باید بذاری کنار. باید با اعتماد به نفس، با خود باوری و تلاشت این مسیر رو بری. پس گوش کن به حرفم، استفاده کن و ان شاءالله که نتیجهشو میبینی. اولین بحثی که شد در رابطه با ترس‌ها، قضاوت‌های دیگه و صدای درونی توه، هی میگه این کارو نکن، نمیتونی و بقیه این مشکلا. باید ایناتون رو خفه کنی و بذاریشون کنار. بعدیمون در رابطه با زمان هستش. یوتیوب این بیزنسی که باش سر و کار داری طبق یک الگوریتم خاصی جلو میره. مثلا حداقلش اینه که تو یه هفته حداقل یه دونه ویدیو رو بذاری و باید بهش متعهد باشی. هر هفته یه دونه ویدیو رو بذاری. اگه میتونی بیشتر تولید محتوا کنی، هر هفته 2 تا 3 تا، ولی مثلا هفته 2 تا ویدیو بذاری، بعدش هفته بعدی یه دونه ویدیو بذاری و هفته بعد اون 3 تا ویدیو، این کار کلا غلطه. الگوریتم یوتیوب رو به هم میزنه. باید هر هفته به تعداد مشخصی یا 2 تا یا یه دونه و طبق اون جلو بری. میتونی زیادش کنی، مثلا یه ماه اول هفته یه دونه ویدیو میذاشتی، بعدش دوست داری یا وقتت زیاده میتونی هفته 2 تا ویدیو میذاری و باید ادامهش بدی. کانال هایی بوده مثلا تو 3 ماه 4 ماه به شرط مانیتاژ و کسب درآمد دلاری رسیدن تو همین یوتیوب، ولی ما میانجین حساب کنیم 12 ماه، یه سال تو این حوزه زمان بذار، یاد بگیر، استفاده کن، 100% نتیجه تو هم میگیری. الان خود ما 6 سال ابتدایی درس خوندیم، 3 سال راهنمایی، 3 سال هم دبیرستان. اگه دانشجو هم باشی که جرفن مدرک اینا کار پیدا کنی، حداقل کارشناسی رو بخونی و مدرک لیسانس تو بگیری. چه از ابتدا شروع کنیم تا 4 سال لیسانس حدودا 16 سال وقت تو رو گرفته. نمیگم درس بده، خب خودم هم الان دارم میخونم، خب ولی در کنار اونا میتونی یه سال اضافی نه، یه سال درست اصولی یاد بگیری و درآمد خودتو کسب کنی. درآمدش هم کم نیست، حداقلش $100 رو میتونی تو ماه در بیاری. تو هفته مثلا یه دونه ویدیو، 2 تا ویدیو، بسته به بازدید و تبلیغات پیج اینا داره که بعد شرایط مانیتاژ شدن فلان همونا ظریف میشه. پس باید بهش متعهد باشی، طبق الگوریتم جلو بری. اگه اینا رو اوکی کنی، جا نزنی، تو این بحثم نتیجه‌تو میبینی. حالا یه توضیح هم بدم که درآمد یوتیوب و بعد کسب درآمد دلاری که میگم، از این درآمد از کجا میاد؟ پلتفرمی مثل یوتیوب میان با شرکت‌های دیگه‌ای قرارداد میبندن، خب و تبلیغات اونا رو تو ویدیوهای شما اعمال میکنن. شماهایی که به شرط مانیتایز و درآمدزایی فلان رو اوکی کرد، طبق اون قرارداد 55% هزینه‌ای که اون شرکت برای تبلیغ میده به شما میرسه، چون تو کانال شما نمایش داده میشه. 45% هم به خود یوتیوب، یعنی هم شما درآمد به دست میاری هم یوتیوب خودش. این بحث از درآمد. حالا این بحثم اینجا خاتمش میدیم. خب موضوع آخرم میخوام در رابطه با آینده این شغل صحبت کنم که اگه این یوتیوب رو شروع کنی، جا نزنی، ترس‌های خودت تو خفه کنی، ادامه بدی، خسته نشی، حدود یه سال به شرایط درآمدزایی خودت هم میرسی. دستت هم تو جیب خودته، ساعت کاری دست خودته، چقدر کار میکنی، چیزی بالا سرت نیست بهت زور بگه. خودت با یه دونه دوربین، یه دونه میکروفون و چند تا ادیت ساده میتونی خودت درآمد کسب کنی. ویدیوی بعدی در رابطه با هزینه‌های اولیه، تجهیزات اولیه و موضوعاتی که قراره تو اون حوزه ویدیو تولید کنیم در رابطه با اون مفصل توضیح میدم. بعدش ما با هم اصولی کنار هم شما یاد میگیرین، استفاده میکنین، هم واسه من انگیزه میشه بیشتر تولید محتوا کنم. از این ویدیو خوشت اومد، لایک کن، سابسکرایب کن، زنگوله بالا رو بزن. بعد اگه اوکی، آماده ای، زیر کامنت ها بنویس من آمادم یا آمادگی کن. بعدش میریم سراغ ویدیو بعدی که موضوعش هم گفتم در رابطه با تجهیزات و موضوعات مختلف و حداقل ترین تجهیزات هم میگم که اگه شرایط مالی ضعیف داشته باشی، اگه امکانات کمی داشته باشی، میتونی اونجوری شروع کنی. پس نگران هزینه‌اش باش، نه نگران زمان و وقتش باش، از هیچی نترس، فقط شروع کن. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.